من یه طراح لباس استایلی از این شیک‌تر و اصولی‌تر نمیتونستم برای عیدم بزنم. در کل که من اینطوری همه جا میرم عید دیدن، ولی چون لباسای زیر عوامم پوشیده است میخوام یه بخشایشو به شما نشون بدم. اول یه شمیز ساتن میپوشم چون استایلم زنانه، گرون و خیلی ظریف نشون میده. طرز مثل شمیز کتونی که این روزا همه تنشونه توش چروک نمیمونه. ولی یادتون باشه چیزی که همیشه استایل شما رو شیک‌تر میکنه جنس پارچه‌تونه و برشش، نه اینکه یک عالمه لوگو داشته باشه یا اینکه روش پر از کریستال باشه. ولی من این شال اورگازای ابریشم انتخاب کردم که با فصل رنگی پوستم هم تطبیق داشته باشه. کل تهران رو گشتم ولی دامنی که مناسب من باشه، یعنی دامنی که پیلی نداشته باشه، لاغرتر نشونم بده و براق باشه، با کتم هماهنگ باشه رو پیدا نکردم. بنابراین تو برام دوختم. خیلی استایلم آیکونیک میکنه و تقریبا هیچکس نداره. ولی خب اگر شما براتون مهم نیست که استایلتون خاص باشه، میتونید جایگزینش یه دامن پیلیسته ساتن کنید که این روزا توی هر فروشگاهی پیدا میشه. البته یه ذره بعد از اینجا درجهشو بیشتر کنم، تنگش کنم. مهمترین بخش استایلم این کت ژاکارته که ژاکارت به نظر نمیاد و بنابراین من این کت رو انتخاب کردم که هم طبق ترندهای روز کوتاهه، هم براقه، همین که از دور شبیه تافته به نظر میاد. یه استایلم که خیلی برام مهم بود کفش بود. امسال متاسفانه همه فروشگاه کفشای مری جین، یعنی از این کفشای جلو مربعی آوردن که اکثرشون هم پاشنه‌های خیلی پهنی داشت و پای من بزرگ می‌کرد. منم چون ظرافتم برام خیلی مهمه و دوست داشتم پام باریک به نظر بیاد، این کفشا رو انتخاب کردم که خیلی به سختی پیداشون کردم و تقریبا از همه مرکز خریدای تهران پرسجو کردم، نگاه کردم و توی همه مرکز خریدای تهران تقریبا دنبالش گشت. انتخاب کردم این کفشو برنی انتخاب کردم به دلیلی که بقیه اجزای استایلم هم کاملا براق بود. اگر این کفشو مات انتخاب می‌کردم کاملا غیر اصولی میشد. شما حتما این نکته دیزاین این میزو که همیشه بک‌گراند ویدیوام بوده عوض کردم. بگین بهتر شده، بدتر شده، شلوغه، چیکارش کنم؟ خودم که 50-50 می‌خواستم اینجا صورتی باشه ولی اون صورتی که دلم می‌خواد در نیومده. اینطور بعدی استایلم این کیفمه که ماته ولی به خاطر کریستالای براقش با بقیه قسمت‌های استایلم کاملا همخونی داره. فرم خاص و کوچیک و زنونش کاملا با سبک استایل من همخونی داره. سارو راستی تک تک اجزای استایلمو من براتون توی کپشن نوشتم که از کجا خرید کردم، شما میتونید برین عین همینا رو بخرید. به من اکسسوری من این گل سینه رو انتخاب کردم که به یک طرف کتم بزنم چون طرف دیگه کتم صدا دکمه طلایی داره و من میخوام تا حدودی توازن در دو طرف کتم برقرار بشه. وسط کیف و کفشم که اینجوری شد. حالا خیلی توی فیلم قدیم مشخص نم. حالا چرا برای عید کفش راحت انتخاب کردم؟ چون کفش پاشنه بلند چند تا داشتم که میتونستم با همین لباسا بپوشم. کفش رو بخرم که اگر عید دیدنی خواستیم بریم باقی جایی خارج از تهران با اینا دیگه راحت باشم. من این انگشتر و این یکی رو تو این دستم انتخاب کردم. حالا احتمالاً کنار انگشتر یه دیگه برای کنار این بخرم ولی فعلا همینه. چون از لوک نهایی، از استایل تمام قد من که برای